چگونه کنترل زندگیت را دوباره به دست بگیری؟ امروزه بیشتر افراد نسل ما ضعیفند. آنها زندگیشان را کنترل نمی کنند، بلکه زندگی آنها را کنترل می کند. به آنها در مورد زندگی دروغ گفته شده، باورهای اشتباهی به آنها آموزش داده شده، غذای ناسالم خوراندند، دوستان نادرستی را دنبال کرده‌اند و گفتند از دلت پیروی کن، در حالی که آنها فقط دارند صدای وسوسه‌های شیطان را میشنوند. این مشکل آنقدر بزرگ شده که خیلی ها دیگر حتی به ذهن خودشان هم اعتماد ندارند، چون ذهنشان آنها را به سمت تاریکی کشانده. به همین دلیل امروز می‌خواهم 6 عادت مهم را با تو در میان بگذارم که انشاءالله کمک می‌کند تا دوباره کنترل زندگیت را به دست بیاوری. 1. صداها را خاموش کن. آخرین باری که گوشیت را کنار گذاشتی و به حرفهای ذهن خودت گوش دادی کی بود؟ آخرین باری که 1 ساعت در سکوت نشستی و افکارت را مرتب کردی کی بود؟ شاید هیچ وقت. کاری که میخواهم بعد از دیدن این ویدیو انجام بدهی این است. گوشی و لپتاپت را کامل خاموش کن. 1 دفتر یا 1 تکه کاغذ و خودکار بردار. جایی آرام و خالی پیدا کن و فقط فکر کن. رویا پردازی مکن، واقعا فکر کن. تا وقتی که ننوشتی در چه وضعیتی هستی؟ چه احساسی داری؟ رابطت با خدا چطور است و اگر همینطور ادامه بدهی آخرش کجا خواهی بود؟ 2. بر خدا توکل کن. وقتی حضرت ابراهیم را در آتش انداختند، روایت است که جبرئیل نزد او آمد و گفت: آیا نیازی داری؟ حضرت پاسخ داد: از تو نه، بلکه از خدا. خدا برای من کافی است و بهترین کارساز است. و آتش برایش سرد و آرام شد. می‌دانیم که جبرئیل می‌توانست با نوک بالش آتش را خاموش کند، اما قلب ابراهیم به هیچ مخلوقی وابسته نبود. این داستان به ما یاد می‌دهد که همیشه فقط از خدا یاری بخواهیم، چون او خالق خیر و شر است و همیشه با ماست. 3. دوستان بد را رها کن. بیشتر شما شاید بخواهید این قسمت را نادیده بگیرید و بگویید خب این که معلومه، اما گوش کن. قرآن می‌فرماید دوستان صمیمی در آن روز یعنی قیامت دشمن یکدیگر خواهند بود مگر پرهیزگاران. داشتن دوستان بد یکی از بدترین ضربه‌ها به دین توست. آنها کم کم دیوار ایمان تو را می‌شکنند تا جایی که تو را کاملاً پایین می‌کشند. اگر بعد از نصیحت آنها باز هم تغییر نکردند، فقط از خدا بخواه هدایتشان کند و برای همیشه آنها را از زندگیت حذف کن. 4. لیستی از ارزش‌های غیر قابل مذاکره تهیه کن. یعنی چیزهایی که هرگز از آنها کوتاه نمیایی. مثلا احترام به پدر و مادر، ترک نکردن نماز، دوری از فحش و موسیقی و بالا بردن دانش دینی. هر وقت اشتباه کردی، برگرد سراغ این لیست و طبق آن عمل کن. این لیست تو را تعریف می کند. چه باورهایی داری، چه کارهایی می کنی و چطور زندگی می کنی. اما مراقب باش که لیست خیلی بلند نشود و تو را خسته نکند. آرام آرام با اولویت شروع کن. 5. مسئولیت کامل زندگیت را بپذیر. قبول دارم اینکه 100% مسئول زندگیت باشی سخت است، اما ضروری است، مخصوصاً برای مردها. تصور کن اگر صحابه مسئولیت دین و رفتار خود را قبول نکرده بودند، شاید امروز هیچ وقت اسم اسلام را نمی‌شنیدیم. اگر ما گناهان خود را نپذیریم، هیچ وقت سعی در اصلاح آنها نمی‌کنیم و چیزی یاد نمی‌گیریم. وقتی مسئول باشی، در کنار هر مشکلی راه حلش رو هم می‌بینی. فقط باید حرکت کنی و درستش کنی. 6. هدف اصلی خلقتت را به یاد داشته باش.
حتما شنیدی که میگویند از دلت پیروی کن یا اشتیاقت را دنبال کن. اما اغلب منظورشان چیزهای دنیوی مثل فوتبال، پول یا شهرت است. حقیقت چیست؟ الله می‌فرماید من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. در درون ما یک ندای ذاتی هست که میگوید باید به هدف بزرگی برسی و آن هدف فقط عبادت خداست. حتی کفار هم این حس را دارند ولی به خاطر غرورشان به سمت اهداف دروغین میروند. من به تو قول میدهم اگر واقعاً به این باور برسی تمام حسهای منفی درونت از بین میرود و در قلبت آرامش میابی، چون با خدا همیشه در امانی. حالا که یاد گرفتی چطور کنترل زندگیت را پس بگیری، این 6 مرحله را همین حالا اجرا کن. تغییر فقط وقتی اتفاق میافتد که دست به کار شوی. یادت نرود همه چیز از آگاهی و عمل آغاز می شود.